تو زبان کردی یه واژه هست به اسم کاژه. کاژه یعنی پناهگاه. اصطلاحاً به جایی یا کسی میگن که آدم کنارش احساس امنیت میکنه. کسی که به هر دلیلی وقتی که حالت بده میری پیشش و باهاش صحبت میکنی. اگه همچین آدمی تو زندگیتون هست، کاژه صداش کنید. خیلی کشم در هوات، نخور قصه ماندنم را دگر. میخوام صدای خنده هات کنه گوش آسمونو کر. نترس جانم که دستانم جدا شدنی نیست دستانت. این عشق بماند تا ابد در قلبت امانت. تویی ما هم پریزادم.